Bismillahirrahmanirrahim. ما دیده تایپ ها را خواندیم، ما شارت خواندیم، ما اینت خواندیم، لانگ خواندیم. صحیح و سایز از او را معلوم کردیم 2 بایت، 4 بایت و 4 بایت. صحیح بازو فلوت بود، فلوتینگ پوینت. این برای چی بود؟ برای ذخیره نمودن اعداد بدون اشاری. و فلوت که هم 4 بایت است. فلوت که است و دبل and لانگ دبل. یا که هستن این به خاطر ذخیره نمودن اعداد اشاری از این استفاده میشه. این میتونم که بدون اشاری هم ذخیره کنن، لیکن برای اعداد اشاری استفاده میشن. بازو سایز زوم معلوم کردیم ما. فلوت 4 بایت است، دبل 8 بایت بود، لانگ دبل 10 بایت بود و هر کدام شما گفتیم که چند بیتس دارن. این در یک بایت اگر شاید 2 بایت است، در یک بایت ما 8 بیتس داریم. اما بیتس که است در اصل کامپیوتر از بیتس استفاده میکنه برای ثبت کردن ذخیره کردن معلومات در این. صحیح و خب این خود های لیول پروگرامینگ لنگویج است، نه شارت. برای از او باز مشخص کردیم که 2 بایتس باز اما واحدی است که کامپیوتر برای ما دی حافظه را نشان میده. یعنی اندازه گیری حافظه که کامپیوتر در چی این برای ما نشان میده؟ بایتس نشان میده برای ما. لیکن بازم بایت که است یک بایت از 8 بیتس جور شده و بیتس که است یا 0 است یا 1. صحیح است؟ ایده با 16 بیتس می آمد. از بیتس ما چی معلوم میکردیم؟ باز رنج معلوم میکردیم. صحیح است؟ رنج ما خوانده بودیم سایند و انسایند. انسایند به این معنی که اعداد مثبت. صحیح است؟ و سایند به نرمال شکل که است، به حالت نرمال یک دیتا تایپ در کدام حالت قرار داره؟ به حالت سایند قرار داره. سایند به این معنی همون رنج که شما معلوم کردین او را به 2 تقسیم میکنین. صحیح است؟ منفی مثبت. خب بازو اینتیجر که این هم بدون اشاری اعداد ذخیره کرده میتونه و این 4 بایت است. حجم از او سایز از او 4 بایت بود، 32 بیتس میشد. نه باز x به توان y که بود، اما یک فرمول ما خوانده بودیم از طوری که شما میتونید رنج پیدا کنین. باز ما لانگ خوانیم، لانگ هم 4 بایت است. صحیح است؟ و فلوت اشاره دار قیمت ها را ذخیره میکنه. در اصل اگر ما سایز اینتیجر و فلوت ببینیم یک نوع هستند در سایز، لیکن فرق بین هر دو چی است؟ فرق بین اینتیجر و فلوت ای است که اینتیجر قیمت اشاره را ذخیره کرده نمیتونه اعداد و فلوت که است قیمت یعنی اعداد اشاره را هم ذخیره میکنه و بدون اشاری هم. صحیح است؟ باز دبل خوانیم، دبل 8 بایت است، 8 بایتس. صحیح است؟ بسیار یک عدد بسیار بزرگ ذخیره کرده میتونه. باز ما لانگ دبل درباره زو گپ زدیم. لانگ دبل که است 10 بایت است. 10 bytes is equal to 80 bits. کلیر؟ باز ما دیگه تایپ ها را خوانده بودیم. کرکتر به خاطر چی بود؟ به خاطر ذخیره نمودن یک کرکتر یا علامت یک علامت خاص، یک سینگل کرکتر، یک حرف ذخیره میکنه، یک علامت ذخیره میکنه. و قوانین از چی بودن که شما سینگل کوتیشن باید کار بگیرید. هر حرف هر علامتی که ذخیره میکنید باید سینگل کوتیشن داشته باشه. و کرکتر که است او هم 1 بایت بود. یعنی ما در اصل کم از کم 1 بایت معلومات ذخیره میکنیم در کامپیوتر که در اصل 8 بیت است. صحیح است؟ باز ما دیگه تایپ درباره زو گپ زدیم به نام بولین به خاطر ذخیره نمودن قیمت های true and false است، یا false یا true. true به معنی یک یا چالان یا میگیم که yes. صحیح است؟ false به معنی 0 یا ما میگیم off. صحیح است؟ این هم 1 بایت است. شما تو فکر نکنید که TRUE خود 4 حرف است و هر حرفش 1 بایت است. صحیح است؟ در اصل یک حرف ما 1 بایت گفته میتونیم. خود در اصل اینمی ترو که است این قیمت ما نیست. این تو یک کدام کلمه نیست که ما از او استفاده میکنیم. نه، در کامپیوتر در استفاده میشه. یعنی این مشخص شده فالز و ترو در کامپیوتر. ترو به معنی 1 و 0. صحیح است؟ 1 بایت است. در تایپ از او بول بود. باز بول بازی 4 بود، یک کار برش میگن. صحیح شد؟ باز ما دیگه در تایپ ها را هم خواندیم به نام که ما او را میگفتیم که نان پریمیتیو یا کامپلکس دیتا تایپ. نان پریمیتیو به این معنی که خودشان دیتا تایپ ها نیستن، از خود جور نشدن، از دیگه دیتا تایپ ها گرفته شده. به طور مثال ما string را گفته بودیم. تو string چی بود؟ the collection of strings. یعنی مجموعه حروف ها را ما چی میگیم؟ string میگیم. و collection of چی بود؟ string بود. نه، collection of characters. صحیح است؟
و قوانین از چی بودن که وقتی که ما در یک وریبل string معلومات ذخیره میکنیم باید دبل کوتیشن کار گرفته شود. به طور مثال احمد. اگر ما این استفاده میکنیم که string name or std name student name is equal to double quotation احمد داخرم سیمیکولن. ببین اگر string ما ببینیم دی تعداد حروف زیاد است، یک نیست. ما گفتن نمیتونیم که یک کاراکتر است، نه، یک ورد است. CS string است، از کاراکترها جور شده و سایز از او ما گفتن نمیتونیم فی الحال، چرا که معلوم نیست ما چند حروف در اینجا داخل میکنیم یا ثبت میکنیم یا نوشته میکنیم برای یک نام. صحیح است. بازو ما اری را گفتیم که دیتا تایپ از جور میشه. بازو ما ابجکت ها را دیسکس کردیم که از ابجکت ما میتونیم دیتا تایپ ها را بسازیم، لیکن این دیتا تایپ های بلتن نیستن. خب از این ما خود ما میتونیم که یک دیتا تایپ بسازیم. رفرنس تایپ ها هستن، به طور مثال فانکشن ها. صحیح است. بالکل. خب سایز اف که او هم یک فانکشن است، بلتن فانکشن است. خب شما باز میتونید که یوزر دیفاین و بلتن فانکشن ها رو استفاده کنید. صحیح است. Do you have any problem؟ صرف اینمی را یاد داشته باشین که کدام دیتا تایپ برای کدام در کدام وقت استفاده کنیم، این مهم است. صحیح است. بدون اشاری اعداد ما زیاد استفاده میکنیم، از این سه کار گرفته میتونید شما. اشاره دار اگر بود از این استفاده کنین. اگر یک کاراکتر بود، یک کاراکتر کجا استفاده میشه؟ گرید. او میگه نه ما فیصدی چند فیصدی را گرفتم، 70% است و گرید ما A گرید است، A پلاس گرید است، A گرید است، یا میگه B گرید است، یا میگه F گرید است، یا D گرید است، یا E گرید است. برای یک حرف ذخیره کردن از کاراکتر کار گرفته میشه. باز بولیان است، این به شکل عملی بخوایم ما کار میکنیم. فلال باید این را یاد داشته باشین که به یک حالت یا ترو میکنه یک فالز میکنه. اگر خواسته باشین یک شرط یک حالت ترو تغییر میده، یعنی اون یک حالت یا فالز تغییر دادن میتونین شما. صحیح. این را به شکلی ان شاء الله بخیر میخوانیم در کنترل استیتمنت که رسیدیم. تاسو پوه شوي ګوره سټرینګ اوس څه شي ته وایي. سټرینګ د ډیټا ټایپ چې د زیاتو حروف کله راځي، د شاګرد نوم، یوزر نیم، پاسورډ، اډرس، فادر نیم، دا شیان دي. ډپارټمنټ، فیکلټي، دا ټول دې کې راځي. ښه دې قوانین دا ول چې ډبل کوټیشن کې به یې نیسي. ارې هم موږ بیا وایو ان شاء الله. ارې فی الحال دومره پوه شي چې د یو ویریبل کې ملټیپل ویلیوز، یو ویریبل کې یو نه زیات قیمتونو ذخیره کولو لپاره استعمالیږي. ان نارمل حالت کې ته نشي کولای په دې اس ټي ډي نیم کې احمد نه علاوه نور نمونه هم یو بل قیمت هم ذخیره کړي. او داس کولای شي د سره یو ذخیره کې خو ځان ته بل نشي کولای. بازو آبجکت کی هستن. وقتی که ما د آبجکت اورینتد رسیدیم بخیر. صحیح است. ای باز پسان میره شاید 3-4 هفته بگیره بعد از اون را ان شاء الله بخیر شروع میشه. آبجکت ها و کلاس ها باز شما میفهمین که آبجکت چی است. و رفرنس ها هم که بخیر فانکشن ها شروع شدن، باز یک فانکشن شروع شد، بازی را دیسکس میکنیم بخیر. خب اگر دیگه سوال داریم ما پیش میریم. No problem? You have no question? Clear? So go ahead. Today we are going to discuss about operations, the most important topic of C++, of every programming language. Operation. So what is operation? Do you have any idea what is operation? عملیه. very good. operation. خب اگر ما یک operation رو ببینیم اینمی تو یک operation است. خب اگر ما بیایم نوشته میکنیم که به طور مثال 9000 plus 800, so we can say it's an operation, a thematic operation. یک عملیه ریاضیکی است. این 9000 جمع 800 جمع میشه عملیه. اگر ما ببینیم اینمی یک operation است، دی operation ما کدام چیزها را داریم؟ اگر ما بیایم دی یک قیمت داریم، باز یک علامت داریم، باز یک قیمت داریم. اگر علامت نبود آپریشن اجرا میشه؟ نمیشه. این ناممکن است. صحیح است. باید یک علامت باشه. این مهم نیست کدام نوع عملیه است. خب علامت باید باشه برای انجام دادن یک عملیه، یک آپریشن. خب ما دا آپریشن چه داریم؟ به طور مثال این تو گفتم میتونیم اگر ما بیایم د C++، صحیح است، ما نوشته میکنم int. صحیح است. int value 1 is equal to 9000. clear? int value 2. so value 1, value 2 is the name of variable. clear? it could be anything, a, b, c and so on. clear? value 2 is equal to 4000.
Clear? So int c. Clear? And c is equal to value 1 plus value 2. So this is called an operation, arithmetic operation. इनमी अमलिया या ऑपरेशन इजरा हमेशा यानी कीमत वैल्यू 1 चंद است 9000 دا کجا ذخیره شده د ویلیو 1 نام وریبل چی است ویلیو 1 است. خب ایرا کی گفت که تو یک عدد بدون اشاریه ذخیره کو دیتا تایپ برش مشخص کرد. حالا شما فهمیدن اول دیتا تایپ میه که مشخص میکنه برای وریبل که چند بایت معلومات ذخیره کرده میتونی و کدام نوع معلومات. خب ذخیره کرد یک عدد بدون اشاری و کم از 4 بایت است. بسیار کوچک عدد است. در رقمی عدد شما میتونید یک وریبل یعنی دیتا تایپ یک اینتیجر است دیتا تایپ ازو در رقمی عدد شما ذخیره کرده میتونید دو وریبل. خب دوم وریبل اگر ما ببینیم به نام ویلیو 2 این هم یک عدد ذخیره کرده بدون اشاری یعنی اینتیجر. خب یک سوم وریبل هم گرفتیم به نام سی یا برش میگم که سم مجموعه یا توتال برش نشته کنه. خب این هم تایپ ازو هم چی است اینتیجر است. این هم باید یک عدد بدون اشاریه ذخیره کنه. خب کجاست عدد نیست. ما گفتم میتونیم تو که در اینجا 9000 نشته کنیم یا مستقیم نشته کنیم که 13000 مشکل نیست. لیکن ما چی میگیم برش ایرا مستقیم یک قیمت ثابت نمیدیم. ایرا چی میگیم که قیمت وریبل ویلیو 1 و قیمت وریبل ویلیو 2 را جمع کو. هر جوابی که آمد این 9000 جمع 4000 هر جوابی که آمد او را در کجا ذخیره کو در سم ذخیره کو. خب اینمی یک آپریشن است. صحیح است. حالا ما چی میگیم ببینید یعنی به این معنی که شما اگر اینمی را بگیرین این را کپی میکنیم در نوتپد براتون نشان میتم لینیم اینجا اگر ما پیست کنیم فکر کنید دو وریبل ها هستن قیمت ها داره. صحیح است. این هم یک آپریشن است این هم یک آپریشن است. اگر ما بیایم اینمی را ببینیم در یک آپریشن ما قیمت اولی که در ویلیو 1 ذخیره شده اینمی ویلیو 1 خودش قیمت داره نه این ما میگیم آپرند. چی میگیم آپرند. آپرند امو وریبل بوده میتونه که قیمت ذخیره کرده و بالای ازو یا امو وریبلی که در یک عملیه اشتراک کرده اشتراک میکنه. اگه وریبلونه چی په عملیه کې اشتراک کړی اوس ما ورته ولیکل چې ویلیو 1 قیمت جمع کا د ویلیو 2 سره ویلیو 2 هم یو آپرینډ شو. اوس کوم وګورو د مکمل آپریشن ده کنه نو آپریشن کې ویلیو 1 آپرینډ شو بیا یو آپریټر راغی. ای چی است آپریټر کدام است یعنی به شکل یک تکا اینمی ویلیو 1 که است ای آپرینډ شد علامت جمع که است ای آپریټر شد و بالا میایم باز بهش میگیم که یک دیگه آپرند هم داریم آپرند و این آپرند کدام است آپرند ویلیو 2. حالا فهمیده شد ای که یک جا شدن این رو ما چی میگیم آپریشن میگیم آپریشن. حالا فهمیده شد. حالا این رو ما آپرند میگیم. این ما آپرند گفته میتونیم برای آپرند است خود اصل این یک دیگه نام برای ازو ما انتخاب کردیم یا برش گفته میشه اگر قیمت ثابت است در یک آپریشن او را ما باز آپرند نه بلکه چی میگیم لیترال میگیم. لیترال به معنی امو قیمتی که شما خودتان نوشته کردین یک عدد ثابت لما چی میگیم لیترال میگیم. لیترال is a constant value ثابت قیمت ده به آپریشن کی. so this is literal then this is operator then operator like plus clear and the second literal it means the second value 800. It's also an operation arithmetic operation. This is also an operation but in this operation we have two operands value 1 plus value 2 but in this operation we have two literals. It means we have constant values two values 9000 plus 800. Both of them are called this is called 9000 is called literal and 800 is also called a literal but both of them are operations arithmetic operations. It could be any operation like minus multiplication like division clear like modulus reminder clear but without operator we cannot perform any operation. بدون عملیه یا operator
ما کدام عملیه را اجرا کرده نمیتونه. مهم است. آپریشن رو فهمیدین حالی؟ حالی خود اگر ما تعریف آپریتر کنیم ای تو میشه. آپریتر یک سمبول است که برای اجرای یک چی میشه؟ عملیه از این کار گرفته میشه. یو طور یو علامه ده چې خاص آپریشن در سره کوي. څه شو کنه؟ نو خاص علامه ده ښه سمبول دی. دا د دې تعریف شو. استاد این والیو باز بیشتر از 2 تا بوده نمیتونه؟ نفهمیدم. این والیو گفتم استاد بیشتر از 2 تا بوده نمیتونه، یعنی والیو یک جمع والیو 2 جمع والیو. چرا نه بوده میتونه، هیچ مشکل نیست. ماینس 300 مشکل نیست. divided by 200 2 مشکل نیست. صرف اگر یک لین چند عملیه را اجرا کردین، قوانین اجرای عملیه که کدام بیشتر است در این عملیه این را باید یاد داشته باشین شما. خب کدام بیشتر است؟ فکر کنید ما ضربم نشته میکنم. اگر ما قوانین ریاضیکی را بخوانیم و بفهمیم کدام اول اجرا میشه کدام عملیه. اول صورت منفی باز شما چی میگید؟ شما؟ ضرب میشه. ضرب تقسیم. قوس پر هزار اول تقسیم خلاصیږي. په ریاضي په اصطلاح باندې اول جمع خلاصیږي. این درست. خب ما براتون یک کلمه را نشته میکنم. خب سیست به معنای برکت قوس اول حل میشه. خب اول قوس حل میشه. بازو تی است تقسیم ضرب جمع منفی. that's it. clear؟ bracket یعنی قوس تقسیم ضرب جمع منفی. صحیح شو؟ that's it. اینمی آپریشن این رو ما بگیم آپریشن پرسیدنس. آپریشن ترتیب اجرای عملیه کدام اول پیش اجرا میشه. خلاص ضروری نیست یک تعریف کتابی را یاد بگیرین که نمی تعریف آپریشن و آپریتر است. نه خیر، بفهمین کانسپت تان باید کلیر شود. ذهنتان که ذهنتان چیز شد فهمیدن که نمی هدف نمی آپریشن نمی است، بس خلاص تعریف از خودتان جور کنین، مشکل نیست. کلیر؟ خب حالا ما میایم خب آپریشن رو ما شناختیم، حالا پروگرامینگ چطوری را تشریح کنیم؟ در پروگرامینگ ما عملیات خود اجرا میکنیم نه؟ خب میایم در اینجا درسته که ما دایره در چند بخش تقسیم میکنیم. خب حالا یک آپریشن هم یا آپریتر در چند حالت قرار داره. خود آپریتر یا آپریشن یا آپریتر که است در چند حالت قرار داره. صحیح است؟ میایم در اینجا ببینین آپریتر شاید در کدام حالت بوده میتونه. یک حالت است به نام باینری یونری. کدام حالت است؟ یونری. یونیک. یونری از به چه معنی؟ یونیک به معنی یکتا. یعنی این تو یک آپریشن که دو یک آپرند باشه. چی باشه؟ یک حالت باشه. بالا یک آپرند یک قیمت عملیه اجرا میشه. ایت دیدین کدام چیزه؟ ما همیشه دو آپرند می داشته باشیم نه؟ حالی در پروگرامینگ شما میبینید بخیر. صحیح است؟ به طور مثال A++ شاید دیده باشین ++A ایتو دیده باشین -A یا تو شاید ببینین A-، یک آپرند است. فی الحال ای بچی معنی ما برتان مختصر تشریح میکنم. یونری یعنی یک آپرند است نه؟ ای به این معنی که قیمت A به طور مثال قیمت A چند است؟ 10 است. چند ذخیره شده؟ 10 ذخیره شده در A. خب A جمع یک جمع معنی جمع یک امرای قیمت A یک را جمع کن خلاص. خب ما تو میگیم که 10 جمع یک یا میگیم 1 جمع 10 همین چیز است. فی الحال هم دومره پوشه. صحیح ده؟ دلته سمانه منفی یو منفی لس یا لس منفی یو. بس پوشوی خو یا یو کمیگی یا یو زیادیگی، یا مخی یو کمیگی یا روسته یا کمیگی، یا مخی یو جمع کیگی یا روسته یو جمع کیگی.
مشکل نشه دام روز تشریح کنم شاید دیت یک حالت چی قرار داشته باشه یونری اپریتر یونری اپریتر صحیح ده یونری حالتی قرار لري یا به دوم حالت چی کېدلی شي باینری کېدلی شي باینری به چی معنا دو صفر که خانن باینری ده اینجا چرا برش باینری میگه ای به این معنا نیست که صفر یک است اینجا نه خیر ای به این معنا که در باینری ما دو آپرند داریم لایک a plus b یا ما میگیم که 100 1000 منفی 300 دو طرف هستن بالای دو طرف عملی اجرا میشه binary clear the third one is ternary ternary triangle نمونه اوریدلی کنه بازار اما ternary ذهن के क्या है ternary बेईमाना ये तो एक हालत में आखिर ternary ऑपरेटर हम शुमार दारें खा ternary बजाय fl से इस्तेफादा नहीं ये दो हालत सही व गलत सही ما बताने को अगर यूजर नेम दुरुस्त بود یک حالت شد نشد اگر یوزر نیم درست بود یک بخش شد میفهمین ما میگم اگر یوزر نیم تان درست بود باز اینمی کارا کو دو حالت شدن اگر یوزر نیم درست بود یک کب اینمی کارا اجرا کو دو چیز دو حالت اگر نبود باز اینمی را اجرا کو سه حالت پوشو یز دست لطوام چی 50 جمع 50 سو کیگی 50 جمع 50 تو اصل خبر خلاص شد ما دو پختنی در نوکری 50 جمع 50 دو 50 او 50 سو کیگی دست لطوام کچه تا دی یوزر نیم صحیح و کلیر بیا دا کارو که کنه دا کارو که کتا زی خبر من فکرو که دره برخی لیری ternary operator بعضی نمود استفاده میکنیم question mark and this ایرا ما عملی میکنیم بخیر صحیح است یعنی ایرا بفهمین شما اپریتر ها یا در یونری اپریتر می باشه یا باینری حالت یا در ternary حالت صحیح است آل ما میم کاتگورایز میکنیم آل نام های اپریتر ها رو نوشته میکنیم اگر یونری است نام از چی است اگر در حالت باینری است نام از چی است کدام اپریتر است ریاضیکی است منطقی است کدام است اگر یونری است منفی است جمع است پیش از ای است بعد از ای است کجا چی نام داره اگر ternary است کدام است چی نام داره اینا ما میخوام اینا کدام حالت صحیح است حال ما نام های هر کدامش نوشته میکنیم در بعض جای تو میشه که کسی اینمو تو نمیخوانه ایرا یونری باینری مستقیم چرا نوشته میکنن نام های اپریتورها نوشته میکنن مشکل نیست خب ما هم نام های اپریتورها رو نوشته میکنیم ببینید اگر ما این پروگرام رو ببینیم ما یک قیمت ها رو ذخیره کردیم حال شما برای ما یک چیز میگین سوال میکنم از پیشتون اگر مساوی نباشه 9000 دی ذخیره میشه نه خیر ممکن امکان نداره ممکنه این چیز قبول نمیکنه کامپایلر چی میگه expected initializer ما variable initialization خانم initialization به چی معنا بود قیمت از دادن یا مشخص کردن ذخیره کردن یک variable خب شما مشخص نکردین اگر مشخص می بود مساوی می بود اینجا خب اگر مساوی نمی بود نه قیمت در ویلیو 1 ذخیره می شد نه 4000 در ویلیو 2 ذخیره می شد نه باز اجرای نمی عملیه اما جوابی که می آمد به دست می آوردیم او را ذخیره نمی شد باز نمی کردیم ما داده سم بدون علامت مساوی خب مساوی ولی در کدام حالت است نام از چی است کدام اپریتر است so this is called assignment operator کدام اپریتر است این مساوی assignment operator assign میکنه بر یک وریبل یک قیمت میتا ذخیره میکنه شاید یک قیمت باشه یک عملیه باشه و بعد از اجرای عملیه اون جواب در یک وریبل ذخیره کنه خب باز کدام است ارتماتیک شما عملیه ریاضیکی را انجام دادین نه اگر این علامت نمی بود اپراتور نمی بود عملیه اجرا نمیشه صحیح است اینا ما میگیم arithmetic not arithmetic clear arithmetic operators
زیاد هستن آپریترز نشته میکنم. علامت جمع، علامت منفی، علامت ضرب، علامت تقسیم، علامت باقی مانده، یعنی علامت فیصدی است. و کار چی است؟ باقی مانده را پیدا میکنم. این ما میگیم مادیولس اور ریمایندر. صحیح شد؟ خب باز کدام هستن؟ کامپاوند اساینمنت آپریتر. این اینجا دو آپریترها یک جا کار اجرا میکنن، عملیه را اجرا میکنن. به طور مثال جمع مساوی، مساوی امرای ارتماتیک آپریترها اضافه میشه، امرای اینمیا علامت مساوی اضافه میشه. این چطور کار میکنه؟ ما را یک یک را تشریح میکنیم. صحیح است؟ فعلا ما نام های تمام آپریترها را نوشته میکنیم. صحیح است؟ خب منفی مساوی، باز ضرب مساوی، باز تقسیم مساوی، باز علامت ریمایندر یا فیصدی باز مساوی. This is called compound assignment operators. Next, increment decrement. اینم یا increment decrement هستن. اضافه کردن یک یا کم کردن یک. increment decrement. این علامت یا سلش که یا به معنی یا است ها. or decrement. صحیح است؟ در مثال فکر کنین قیمت یک وریبلز قیمت دار ما نشته میکنم. خب اگر ما اینکریمنت ببینیم، اینکریمنت اگر ببینیم این هم با دو حالت قرار داره. اینکریمنت اضافه کردن میگه ها، اینکریز، اینکریمنت. صحیح است؟ ما میبینیم این را کاتگورایز میکنم ها. این بود که دویشان یک آپریتر است. اینکریمنت دیکریمنت به نام اینکریمنت دیکریمنت یاد میشه. خب اینکریمنت بچه ما فکر کنین قیمت A 10 است. صحیح است؟ قیمت A 10 است. ما نشته میکنم پلس 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 A. این به معنی که امرای قیمت A کس یک اضافه شد. صحیح است؟ اینمی حالته که پیش یک اضافه میشه امرای قیمت 10. یعنی یک جمع بتا مثلا یک جمع 10. این حالت ما میگیم پری انکریمنت. پری پیش انکریمنت اضافه کردن. صحیح است؟ حالت دومی از چی است؟ ما نشته میکنم A پلس پلس 10 جمع 1 بعد از قیمت A کس یک امر از اضافه میشه. اینجا پیش میشد. این ما میگیم پست بعدن پست انکریمنت. خب در یک حالت خاص باز ما میبینیم در اونجا فرق میکنه. اگر نه معنی از یک است. خب در یک حالت تو می باز ما براتون نشان میدم که در اون حالت باز در اونجا باز فرق داره. صحیح است؟ صرف در پرینتینگ فرق داره باز ما میبینیم. این میار اگر یاد گرفتین شما لوپ یاد گرفتین به ایمان یا پترا رو ما مثال میتیم. صحیح است؟ فعلا ما نمهار نشون میکنم. خب هم طرف دیکریمنت. دیکریمنت به چی معنی؟ دیکریز یعنی دیکریمنت کم کردن، کم شدن. صحیح است؟ اگر ما بیایم یک داریم ما ماینس ماینس A اینو ما میگیم پری دیکریمنت. پری پیش یک کم میکنه. حالت دومی از چی است؟ A ماینس ماینس پست. ببین بسیار آسان است. پست دیکریمنت این را جدا میکنیم به این شکل. These are called increment. خب increment با دو حالت است. pre increment post increment and decrement هم با دو حالت است، با دو شکل است. صحیح است؟ pre decrement post decrement. clear؟ خب next بازو چی هستن؟ ما میخوانیم که relational operator or comparison operator. comparison operators. Comparison operators are called. صحیح است؟ comparison operator هم میگه و برش یک دیگه نام میگیم، نام داره به نام relational operator. خب هر کدامش که آمد در اینجا شما باید بفهمین که معنی از چی است. relational operator اپراتورهای مقایسوی. صحیح است؟ کوم اپراتورونه مقایسوی مقایسه لپاره استعمالی دیگه ریاضیکی عملی نه اجرا کوي. یک کدام ها هستند relational operator greater than equal to less than equal to double equal to and not equal to. These operators are called relational or comparison operators.
بارزو أخيرا كما دينجا discuss में करें बना में logical operators logical operator ها زیاد هستن در گیس در DLD مضمون DLD شما میخوانید دو هم استفاده میشه که نه اینجا صرف برای ما چی استفاده میکنیم برای یک اپریشن یک عملیه و ما میگیم and این به معنی and است ها and خب and نشته میشه در این علامت اضافه میشه and و دیگه که است او است r یعنی or و دیگه اپراتور هستن به نام not یعنی ما not میگیم یاد داشته فکرتان باشه not equal to اگر مساوی امرای not اضافه شد این comparison اپراتور است اگر صرف not بود این logical اپراتور است باز so I think it's enough for today so tomorrow we will give examples for each and every operator I think it's enough for today